سلام بچه های عزیزم، حالتون خوبه؟ دخترای گلم، آقا پسرای نازم. بریم برای یاد گرفتن نشانه های ن غیر آخر و نه آخر. بچه خوب با دقت ببینید. میخوایم جای نشانه های نه غیر آخر و نه آخر رو توی کلمات پیدا کنیم. ببینیم نه غیر آخر کجای کلمات میاد و نه آخر هم کجای کلمات. بریم با دقت ببینیم. خب بچه ها، ما اینجا 3 تصویر داریم: انگور، رایانه، نخ. توی کلمه انگور نشانه ن رو میبینیم با رنگ قرمز مشخص شده. بچه ها کدوم نشانه ن هست؟ آفرین، ن غیر آخر. ما نه ها رو آوردیم پایین گذاشتیم، رنگ قرمز هست. توی رایانه دوباره نشانه ن غیر آخر میبینیم، پایین گذاشتیمش، رنگش قرمزه. توی نخ هم ن غیر آخر که اول اومده. اینجا ما 4 تصویر داریم. میخوایم ببینیم کدوم نشانه های ن در اونها وجود داره. اولین تصویر از سمت راست، نماز. کدوم نشانه ن داره؟ ن غیر آخر، چون اول کلمه اومده، اون ن لاغر و شکسته. نارگیل دومین تصویر، نشانه ن غیر آخر داره، چون اول اومده، سمت راست کلمه اومده. زنبور، ن غیر آخر کجا اومده بچه ها؟ در وسط اومده. گفتیم وسط زمانیه که هم سمت راست و هم سمت چپش نشانه های دیگه وجود داشته باشن. انار کجا اومده؟ آفرین، وسط نشانه ن اومده، ن غیر آخر دارن همه این تصاویر. بچه های گلم، اینجا ما 3 تصویر داریم: نان، آسمان، باران. توی تصویر نان بچه ها ما کدوم نشانه های ن رو میبینیم؟ هر دو نشانه ن، اسمشون رو بگین: ن غیر آخر، ن آخر. توی تصویر آسمان دوباره ن آخر میبینیم، ن که شبیه به کاسه هست. تصویر سمت چپ، تصویر باران، باز ن آخر توی اون وجود داره. پس این 3 تصویر نشانه ن آخر رو داشتن، ولی نان ن غیر آخر هم در اون وجود داشت. حالا خوب و با دقت فکر کنین. اینجا بچه خوب فکر کنین ما چه تصاویری دیدیم که در اون نشانه های ن آخر وجود داشت و کدوم تصاویر ن غیر آخر. تصاویری که ن آخر دارن رو ما سمت راست میذاریم: نان، آسمان، باران. حالا فکر کنین چه تصاویر ن غیر آخر داشتن؟ فکر کنین. میخوایم اونا رو بذاریم سمت چپ. فکر کنین. آفرین، آفرین، خیلی خوبه. الان میخوایم با هم بذاریمشون سمت چپ: زنبور، انگور، انار. این 3 تصویر نشانه ن غیر آخر داشتن. آفرین.